درود بر شما. این ویدیو رو دوستانی که مبحث تابع رو تو دبیرستان خوندن یا حالا سطح بیشتری از این دانش رو دارن و علاقه‌مند به ریاضی‌اند حتما نگاه کنن. موضوع این ویدیو هم مفهوم دقیق مجموعه نامتناهیه، یعنی اون چیزی که شاید شما تو ذهنتون باشه از مفهوم مجموعه نامتناهی رو میخوام دقیق‌تر بیان کنیم. با یک مثال ساده‌تر توضیح میدم، حالا اگر با سوالی بود در خدمتم. ببینید الان بازه 0 و 1 عدد حقیقی، بازه بسته 0 و 1 عدد حقیقی یه زیر مجموعه اکیدی از بازه 0 و 4 دیگه، یعنی همه اعداد توی بازه 0 و 1 عضوی از 0 و 4 هم هستن، ولی عضوهایی مثلا 3 2 و کلی عضو دیگه تو بازه 0 و 4 هستن که داخل 0 و 1 نیستن. یعنی بازه 0 و 1 یک زیر مجموعه سره یا اکید از مجموعه 0 و 4. این تا اینجا. ولی این زیر مجموعه بودنش معنی بر این که عضوهای کمتری داره نیست و نکته جالب دقیقا همینه. یعنی ما نمیتونیم با این دیدگاه بگیم که چون بازه 0 و 1 زیر مجموعه از 0 و 4 پس عضواش هم باید کمتر از اون باشن یا مثلا 1/4 اون عضو داشته باشن. چرا این غلطه؟ به این علت که اون قسمت بالا اگر اون تابع 4x رو شما در نظر بگیرید یه خطه، یه تابع خطیه با شیب 4. دامنه رو به جای کل عدد حقیقی روی بازه 0 و 1 بسته تعریف کردیم. یعنی شما هرچی عدد حقیقی تو بازه 0 و 1 دارید رو باید دونه دونه به عنوان ورودی به تابع 4x بدید. از طرفی هم میدونید که هر تابع وقتی یک ورودی میگیره از اون ورودی صرفاً یه خروجی میده. مثلا به همین تابع شما 0 بدی، خروجیش فقط 4 تا 0 که همون 4 هست رو میده، چیز دیگه ای نمیده. یعنی شما هر ورودی صرفاً یه خروجی میده. حالا شما اگه دقت بکنید شما اومدید کل بازه 0 و 1 رو دونه دونه به عنوان ورودی به تابع دادید، از هر ورودی هم صرفاً یه خروجی گرفتید، ولی خروجی ها شدن کل بازه 0 و 4. یعنی اگر بازه 0 و 1 عضوای کمتری نسبت به بازه 0 و 4 داشت، هیچ وقت خروجی های این تابع بازه 0 و 4 نمیشد دیگه، ولی شده. یعنی بازه 0 و 1 با این که جزئی از بازه 0 و 4 ولی دقیقاً به اندازه کل بازه 0 و 4 عضو بشه، چون این تابع یه تابع وارون پذیر دیگه. یعنی هر عدد حقیقی تو بازه 0 و 1 فقط و فقط با یه عدد حقیقی تو بازه 0 و 4 نظیر شده و هر عدد حقیقی هم تو بازه 0 و 4 که شما در نظر بگیرید فقط و فقط با یه عدد توی بازه 0 و 1 رابطه داره. یعنی مثلا عدد نیم تو بازه 0 و 1 فقط با 2 بازه 0 و 4 فیکس شده و 2 بازه 0 و 4 فقط با نیم بازه 0 و 1. یعنی این دوتا مجموعه از نظر تعداد اصلا فرقی ندارن. یه جورایی فقط بازه 0 و 1 همه عضواش 4 برابر شده، تعداد عضوا دست نخورده، فقط شکل عضوا عوض شده. و این دقیقاً مفهوم مجموعه نامتناهیه. یعنی مجموعه نامتناهی مجموعه هایی هستن که اصطلاحاً زیر مجموعه اکید یا جزئی دارن به بزرگی خودشون. یعنی الان بازه 0 و 1 جزئی از بازه 0 و 4 ولی به بزرگی کل بازه 0 و 4 هم هست. یعنی بازه 0 و 4 یک مجموعه نامتناهیه چون جزئی مثل بازه 0 و 1 داره به بزرگی خودش. یعنی اون ذهنیتی که شما از مجموعه نامتناهی دارید اینه که صرفاً ته ندارن و بی‌نهایت عضو دارن و نمیشه بشماری و اینا، اونا دقیق نیستن. مجموعه نامتناهی یعنی جزئی دارد به بزرگی کل.